سلام. تو این ویدیو میخوایم در رابطه با یک موضوع بسیار مهم با هم صحبت کنیم. اشتباهات مالی که میتونن زندگی ما رو تحت تاثیر قرار بدن. ما همه جوره سعی میکنیم پول در بیاریم، اما گاهی اوقات بدون اینکه متوجه بشیم خودمون رو تو وضعیتی قرار میدیم که خلاصی از اون وضعیت واقعا سخته. پس بیایید با هم نگاهی بندازیم به اون اشتباهات بزرگ و ببینیم چطور میتونیم از تکرار اونها جلوگیری کنیم. مورد اولی که بایستی همیشه مد نظر در واقع قرار داده باشیم بودجه بندیه. خیلی از ما همینطوری پول خرج میکنیم بدون اینکه بدونیم اصلا داریم چیکار میکنیم. مثل اینه که با چشم بسته رانندگی کنیم. نداشتن بودجه ماهیانه مشخص یعنی نمیدونید پولتون اصلا داره کجا میره و این میتونه باعث بشه که هر ماه در واقع جیبتون خالی بمونه. بودجه بندی به شما کمک میکنه که کنترل بیشتری روی پولتون داشته باشید و جلوی خرج‌های بیخودی رو بگیرید. مورد دوم که حتما باید بهش دقت کنیم و مطمئنم که برای همه ما هم پیش اومده، خریدن چیزایی که واقعا بهشون نیاز نداریم. این یکی از اشتباهات رایجه. هممون گاهی وسوسه میشیم یه چیزایی بخریم که واقعا بهشون نیاز نداریم. فقط چون تخفیف خوبی داشت یا مثلا جدید بود این خرید رو انجام دادیم. اینجور خریدها میتونه بودجه ما رو کلاً به هم بریزه و فضای خونه شما رو هم پر کنه از چیزهایی که واقعا استفاده هم نمیشن و بابتشون هم پول دادید و رفته. مورد سوم اینه که بدهی هاتون رو نادیده بگیرید. بدهی ها مثل یه سایه‌ان، هرچی بیشتر هم فرار کنی باز هم دنبالت میان و خیلی از مردم اشتباه میکنن و فکر میکنن اگر به بدهی هاشون توجه نکنن به مرور ناپدید میشن یا کم میشن. اصلا اینطوری نیست. حقیقت اینه که هرچی دیرتر بدهی هاتو پرداخت کنی باید سود بیشتری هم پرداخت کنی و این کار رو سخت میکنه و یه روزی ممکنه به جایی برسید که اصلا ببینید نمیتونید از شر اونها خلاص بشید. پس بنابراین حتما بدهی هاتون رو مد نظر قرار بدید و سعی کنید زودتر اونها رو تسویه کنید. مورد چهارم که خیلی از ماها اصلا کلا نادیدش میگیریم پس انداز کردنه، به این بهانه که آقا مگه ما چقدر پول در میاریم که حالا پس اندازم بکنیم. بیایید یه ایده ساده رو با هم دیگه در میون بذاریم. اول هر ماه 10% از حقوقتون رو همون اول ماه پس انداز کنید. اصلا فکر کنید این پول رو ندارید. یه کارت جدا داشته باشید و 10% درآمد ماهیانتون رو به اون کارت بریزید. همین کار باعث میشه که شما پس انداز داشته باشید. دقت داشته باشید شما همیشه فرصت ندارید پس انداز کنید. بعد از یه مدتی میبینیم سالهای زیادی گذشته و هیچ پسندازی هم نداریم. شروع پسنداز از همین حالا میتونه برای آینده شما مفید باشه و حتما به پسنداز یه نگاه ویژه داشته باشید. مورد پنجم یا در واقع اشتباه پنجم اینه که در هیچ کاری سرمایه گذاری نکنیم، چون از اون کار میترسیم و میترسیم شکست بخوریم. خیلی از ماها از سرمایه گذاری میترسیم. خب طبیعی هم هست. فکر میکنیم که ممکنه همه چی رو از دست بدیم. اما دقت داشته باشید با مشورت گرفتن از مشاوران در واقع مالی، کسایی که تو اون زمینه تجربه دارن و مورد اعتماد ما هم هستن و انتخاب سرمایه گذاری های هوشمندانه میتونیم اون ریسک رو کاهش بدیم و برای آیندهمون ارزش افزوده ایجاد کنیم. اون پسنداز رو یادتون هست؟ خب بعد از یه مدتی اون پسنداز جمع میشه، یه مبلغی ممکنه بشه که بتونید باهاش سرمایه گذاری های کوچیکی انجام بدید. با توجه به قضیه تورم و این وضعیتی که هممون داریم تجربه میکنیم اون پسنداز بعد از مدتی واقعا دیگه بیارزش میشه. پس بنابراین بد نیست که بخشی از پسندازمون رو سرمایه گذاری کنیم. این میتونه در واقع یک ایده خوب باشه، ولی دقت کنید حتما قبلش تحقیق کنید. مواردی رو که الان با هم دیگه مرور کردیم تک تکشون میتونن در روند مالی زندگی ما تاثیرگذار باشن، پس به همهشون دقت کنید. در نهایت امیدوارم که این ویدیو برای شما مفید واقع شده باشه. اگر اینطوره لطفاً ویدیو رو لایک کنید و اگر به این نوع ویدیوها علاقه‌مند هم هستید لطفاً در کانال سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. ممنون که وقت گذاشتید و این ویدیو رو تماشا کردید. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.